متاسفانه این عروسکی که دارین توی تصویر میبینید خیلی جاها دیده شده که بلای سر آدم آورده. میگن این عروسک طلسم شده. همین دیشب آقای بهرنگ علوی، بازیگر محبوب کشورمون که داشته میرفته باشگاه، دیده شیشه های ماشینش رو شکستن. این عروسک رو توی ماشینش میبینه. همراه عروسکی یک نامه بوده که توش نوشته بوده اگه میخوای این طلسم شکسته بشه به این آدرس بیا. چند روز بعدم یک آقا پسر این عروسک رو زیر لاستیک ماشینش دید که چرخهای ماشینش پنچر شده. چند روز بعدش یک دختری این عروسک رو توی خونه‌شون دید که بدنش دچار کبودی و خارش شده بود و همراهش همون نامه بود که توش نوشته بود اگه میخوای این طلسم شکسته بشه به این آدرس بیا. نمیدونم داستانش چیه. یکی داره با مردم شوخی میکنه، جدیه، نمیدونم داستانش چیه. اگه اطلاعات بیشتری از این عروسک دارید توی کامنت ها بهم بگید. بهترینش رو پین میکنم، اگه لازم باشه استوری هم میکنم. خیلی چاکرم. من اومدم برم باشگاه، دیدم زدن شیشه ماشین منو خورد کردن. این وضعیه که برای من درست کردن. میبینید اومدم دیدم توی کنسول هم عروسک گذاشتن. عین این عروسک رو ببینید. چند روز پیش زیر شیشه برفاکن من گذاشته بودم. من فکر کردم برای یه بچه است، اگه دیدمش بهش بدم. میبینید هنوزم فکر میکنی بازیه؟ بیا تا بهت ثابت بشه. شکستن این طلسم به تو بستگی داره. نیمه شب منتظرتم، وگرنه